با سلام گرم به یکایک بینندگان مهربان رادیو آزادی سرخط رویدادهاست منظور شما. امروز 13 ینور از آن میگوییم که سردی کم سابقه روزهای نزدیک تاجیکستان را ترک کردن نیست. یک تاجیک که در سنت پترزبورگ زندانی بوده است در اوکراین کشته شده است. سفر با قطار به روسیه همان و سیر مشتری باقی میماند. ختنه رایگان ده ها هزار پسر بچه در مؤسسه های طبی. خبرهای دیگر نیز هست. هواشناسان تاجیک هشدار دادند در 5 روز آینده سرمای قهرتونی در تاجیکستان حکم فرما خواهد شد که در 15 سال گذشته دیدن نشده است. چون این هوا حداقل تا 25 ینور باقی میماند. در وادی و دامن کوه‌ها هوا شبانه تا 24 درجه و روزانه تا 13 درجه سرد می شود. در نواحی کوهی شبانه 19-24 درجه و روزانه تا 15 درجه خنک خواهد بود. عین زمان هم از شهر دوشنبه و دیگر ناحیه‌های کشور از قطع نیروی برق، مشکلات در خدمات، حرکت نقلیات در راه‌ها گزارش می‌رسد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده ساکنان را از خطر ریزش برف‌تر و یخ‌شیشه‌ها از بمب‌ها آگاه کرد که می‌تواند به ساکنان آسیب جدی رساند. کاربران رادیو آزادی نیز در تعقیبات این گفته‌ها چند نواری از دوشنبه و باختر فرستادند که در آنها یخ‌شیشه‌های بزرگ دیده می‌شود. بینندگان عزیز، ما در برنامه اخبار به این موضوع برمیگردیم. یک ساکن 47 ساله نویای دوستی که در روسیه زندانی شده بود در جنگ اوکراین هلاک شده است. نزدیکان بلبل давлатшоев از قبل مقامات روس بر رادیو آزادی گفتند давлатшоев را 19 اکتبر از زندان به جنگ بردند. او در ولایت کیوی اوکراین کشته شد. از مقامات نویای دوستی دریافت این خبر را تصدیق کردند ولی معلومات زیاد ندادند. ایرج давлатшоев برادر هلاک شده به رادیو آزادی گفت در نامه‌ای که همراه جسد برادرش به آنها دادند سبب مرگش تیر خوردن در سینه و خونروی زیاد بوده است. برای نزدیکان بلبل давлатшоев که از سال 2007 با جرم معاملات مواد مخدر در شهر سنت پترزبورگ ادای جزا میکرد، روشن نیست که او در چه شرایطی به جنگ اوکراین برده شده است. یوگنی پریگوژن از صاحبکاران نزدیک به پرزیدنت روسیه بر عوض شرکت در جنگ به محبوسان وعده می‌دهد که آنها عفو کرده می‌شوند. در ماه دکبر سال گذشته در ولایت ختلان جسد 2 نفر را دفن نمودند که به قول پیوندان و دوستانشان در روسیه زندانی بودند اما ناگهان در اوکراین پیدا و هنگام درگیری کشته شدند. به مثل باباعزیز تویدیفی 22 ساله و منوچهر شادفی 28 ساله. از زمان افتتاح روای حرکت قطار در راه آهن خوجند ولگاگراد در ماه سپتامبر سال گذشته تقریبا 5000 نفر توسط این خط سیر سفر کردند. مقامات ولایت سوغد میگویند با نظرداشت آنکه در دوره پاندمی حرکت قطارها منع بود این آمار خیلی بلند است. قبلا در نهاد راه آهن گفته بودند که طول سفر از خوجند به ولگاگراد 2.5 روز را در بر گرفته نرخ چیپته از 1200 تا 1300 سومانی می باشد. پیشتر از این در ماه آگوست سال گذشته بر روای قطار در مسیر کولوب ولگاگراد و دوشنبه ولگاگراد اجازت شده بود. شهر ولگاگراد در 980 کیلومتری شهر مسکو قرار دارد که مکان مهمی کار و درآمد شهروندان تاجیکستان به شمار می رود. هفته گذشته شرکت راه آهن روسیه برای مسافرانی که به تاجیکستان سفر میکنند و بر وقت‌تر بلیط میخرند تا 35% تخفیف اعلام کرد. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان قمچیبک توشیف دستور داده است تا 31 آگوست امسال درباره نظامیانی که در ماه سپتامبر سال 2022 در درگیری‌های مرزی با تاجیکستان جان باختند کتاب تهیه شود. خبرگزاری 24 کگ می‌نویسد این سپارش در نشست افسران استخبارات در ولایت بودکند قرغیزستان صدور داده است. توشیف پیشنهاد کرده است که کتاب به مکتب و دانشگاه‌های کشور تقسیم و به برنامه تعلیمی وارد شود. به گفته توشیف معرفی کتاب در فضای با تنتنه برگزار می‌گردد. در زد و خورد بی سابقه مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان در ماه سپتامبر سال گذشته از دو طرف ده‌ها کس کشته و صدها نفر زخمی و بی خانواده شدند. سال گذشته در مؤسسه‌های طبی تاجیکستان بیش از 100,000 پسر بچه‌ها رایگان ختنه کرده شدند. بنا به اطلاع وزارت تندرستی برای برگزاری مراسم ختنه سور در کشور 584 اتاق مخصوص جراحی تشکیل گردیده است. سال 2017 به قانون جمهوری درباره تنظیم رسم و آیین تغییرات وارد کرده شد که طبق آن عملیات ختنه پسر بچه‌ها باید در مهلت تا 20 روزگی و تنها در شرایط بیمارخانه انجام داده شود. در گذشته مراسم ختنه در سن تا مکتبی
از جانب استوی ختنگر عملی میشد و به این مناسبت جشن سیرخرج تشکیل میگردید. از سال 2019 در تاجیکستان ختنه پسر بچه ها از جانب استوهای مردمی کاملا منع شد. باز هم رو می‌آوریم به سردی هوا و مشکلاتی وابسته به آن. آژانس تاجیک استاندارد از رانندگان دعوت کرده است که این شب و روز هنگام انتخاب و خریدن مایع شستشوی برای تریزه ها و خود آنتی فریز توجه نموده به صفت آن اهمیت بدهند. رئیست تاکید کرده است در بازار داخلی تاجیکستان برخی از صاحبکاران به مشتریان نوع‌های مایع‌های پس‌صفت و غیر استانداردی را پیشنهاد می‌کنند که در حرارت پست یخ می‌کنند. تشخیص اخیر لابراتوری آژانسی نشان داده است که بعضی از این نوع محصولات جز آب و رنگ کننده چیزی ندارند. در هوای سرد استفاده بردن این گونه آنتی فریزهای پس‌صفت می تواند به ماشین ضرر رساند. در این قسمت برنامه دوستان عزیز چون همیشه شما را با قرب اسعار خارجی آشنا میکنیم که در یک شبانه روز اخیر بلند رفته است. بانک ملی تاجیکستان 13 ینور 1000 روبل روسی را 149 سومانی و 50 درهم نشان میدهد که نسبت دیروز 2.5 سومانی زیاد است. $1 10 سومانی و 24 درهم و 1 یورو 11 سومانی مقرر گردیده است. بینندگان مهربان این چند خبری بود که تو این ساعت بعد دست ما رسید. 4 ساعت بعد برنامه اخبار آزادی است. یادتان نرود. تا دیدار.